شاهراه را به خاطر این شاهراه میگویند که رهگذران زیادی از آن عبور کردند. از آن همه دیوانه بودند که این راه دراز را انتخاب کردند. عجب بیشعوری هستی تو. معجزه هم داری. بیا و تماشا کن و سفیدی راه رو ببین که چطور قوسی و کمانی شده و طولش 5 فرسخ است. قطر این قوس که به منزله زه کمان است خیلی کوتاه‌تر است و تا شاهراه 1 فرسخ بیشتر نیست. آدم عاقل راه دراز را بر راه کوتاه اختیار نمی کند که گرفتار می شوی. تو که گفتی این راه نزدیکتر است، اما از چند دره عمیق گذشتیم ولی از شاهراه خبری نیست. چرا دست از سر من بر نمی‌داری؟ من که گفتم نمیگذارم که سالم به مقصد برسی. به شاهراه رسیدم. خدایا شکرت. کجا رفتی جانم؟ کسی شدی؟ ای کاش میان من و او فاصله به دوری مغرب تا مشرق بود. خدایا تو رو شکر که من از دست شیاطین نجات دادی. اگر در وسط جاده حرکت کنی این جانوران آسیبی به تو نمیرسانند. با آنکه زمین ته دره همواره است اما من دوست دارم از بالای کوه برم. فکرت درست است. هوای پایین دره دلگیر است. علاوه بر آن از بالا بهتر میتوانیم اطراف را تماشا کنیم. آری. درست است، برویم. بدبخت نمیداند این تصمیم او به خاطر این است که در جوانی طالب بلند پروازی بودند. نمیداند چه بلایی بر سرش میآید.
این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس که تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میماند. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی کجایی که حال مرا ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای از دست عادی تو چه برمی آید؟ الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. در راه بر تو چه گذشت؟ الحمدلله اگر بدی هم بود با دیدن شما رفت شد، اما چند نفری از من عقب ماندند و سیاهانشان آنها را نگه داشتند. البته سیاه من هم خیلی مرا وسوسه می‌کرد، اما من به لطف حق گوش به حرفش ندادم و از من عقب افتاد. انشالله دیگر به من نمیرسند. متاسفانه آنها از ما دست بردار نیستند و در منازل بعدی شاید با ما بجنگند. ما بدون اسلحه چگونه با آنها بجنگیم؟ اگر در دنیا اسلحه آماده کرده باشیم حتما در منازل بعدی به دست ما خواهد رسید، اما اگر سلاح آماده نکرده باشیم نمیدانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. الحمدلله. الحمد لله رب العالمین. برویم استراحت کنیم، به صبح زود باید حرکت کنیم.